در کفشداری عنوان کردن که برای کارخونه هم عضو میخوان که اونجا هم باز مجددا نامنویسی کردم و بعد از به اصطلاح گذراندن اون مراحل خاص موفق شدم که انجام وظیفه بکنم که الان مشغولم. ما خرم از آنیم که در ملک خراسان شد منزل ما کوی رضا خسرو خوبان. هر صبح و مسا بر سر خوانش متنعم بالله که خدا داده به ما نعمت شایان. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها العزیز مسنا نحن الضر وجئنا بظلم الجاه وأوفنا الكيل صدق علينا ان الله يجزي الصدق. بسم الله الرحمن الرحیم. رخصت. نقارخونه کلاً قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آفتاب به مدت 20 دقیقه نواخته میشه هر روز در روزهای عادی به استثناء 2 ماه محرم سفر. در ماه مبارک رمضان سحرها معمولاً این کار انجام میشه و در سحر که نواخته میشه دیگه برای طلوع آفتاب زده نمیشه و غروب مثلا اون روز هم باز مجددا نواخته میشه به جز ایام شب‌های به اصطلاح 19 21 23 و در کلیه اعیاد هم 100% بعد از غروب آفتاب یعنی شب عید و در روز عید هم بعد از طلوع آفتاب مجددا نقاره زده میشه به مناسبت اون عیدی که در اون روز هست. حالا تولد خود حضرت باشه، تولد آقا امام زمان باشه، نیمه شعبان یا 13 رجب تولد امیرالمؤمنین، باز نقاره زده میشه که مردم مطلع بشن. در کرنا گفته میشه که سلطان دنیا و عقبا علی بن موسی رضا جان رضا جان رضا جان این جملات گفته میشه. و بعد مجددا باز گفته میشه مولا 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 علی بن موسی رضا. بار سوم عنوان میشه دوران امام رضا. اگر حکومتی هست حکومت ایشون هست. دیگه اول از که سلطان دنیا و عقبا موسی رضا میگه دوران اگر حکومتی هست حکومت ایشونه. در آخر هم میگه داد رسی بیچارگان، فریاد است یا فتاح یا فتح. تحت به عنوان تبلیغ شادی زده میشه. این مسائل این گفته ها و این اذکار به وسیله کرنا عنوان میشه. کرات اومدن عنوان کردن خودشون قبل از اینکه ما خواهیم عنوان بکنیم که آقا مثلا من دختری دارم، پسری دارم، خودم، بستگانم مریضن در حدی که دکترها جوابشون کردن. من همیشه باز همون در حال کردن زدن باز دعا میکنم برای ما. از سر کار از خود رهبری گرفته برای همه دعا میکنم. این لحظه که ما از بالا نگاه میکنیم تمام کسانی که گوش میکنن
همه یه حال دیگه دارن، یه شعور دیگه دارن. بنابراین این یک حلقه اتصال هست بین این مکان که قطعی از بهشت هست و خداوند. یه داره دعا میکنه و لحظه استجابت دعاست. بنابراین این بعد معنوی قضیه است که این شنونده رو به اصطلاح وادار میکنه که این رو گوش بکنه و تغییر حال بده اصلا.